ضمن سخنرانی‌ها پیشنهادهای زیاد به میان گذاشته شد که من بعد در اجلاس 16 مورد بررسی قرار گرفتند. اشتراک کنندگان مجلس سخنرانی رئیس کمیته اجرایی ولایت کولاب وکیل مردمی امامعلی رحمان را با دقت شنیده از آن با گرمی استقبال کردند. این به سبب نبود، زیرا در طول چند ماه اخیر ولایت در محاصره اقتصادی قرار داشت و در نتیجه اهالی آن به مشکلات و نرسیدن آذوقه‌واری روبرو شده بود. در مورد 7 ماه یگان چی تو ولایت کار کنند آدمان شجاعت خود ایسالان بتوان میکنند، کودکان مرده ایسالند. یگان حرکتی اقتصادی و زندگی ولایت نیست. جای براتون یک مراتبه همین جا یک دیگر فهمی کنید. همه همین جنگزورا برای کرسی هست که برای چی دیگر به 3 سال ما همین را دیده ایستاد تنها برای کرسی برای وظیفه است. بیایید یک بار مدی نظری وظیفه کنید، وظیفه را نکنید که از پیاس از دیگر التماس ازم به شما برادران عزیز. امامعلی رحمان از جمله اظهار داشت جنگ شهروندی خسارات عظیمی را به عمل آورده، سببگار هلاکت 10,000 نفر آدمان گردید. 10 سالها لازم می شود تا زخم و جراحت های این فاجعه معالجه شوند. دوام دادن خونریزی بی‌عقلی است و ما به آن می کوشیم که در هر یک خانواده صلح و آرامی حکم فرما باشد. محض با همین مقصد عالی ما به اجلاسیه آمده ایم. سخنرانی کوتاه ولی پرمحتوای وکیل مردمی امامعلی رحمان از نطق‌های دیگر اشتراکداران مجلس با آن فرق می‌کرد که مسئله گذاری‌ها واقعی و مشخص بیان شده بودند. شرکت کنندگان مجلس درک کردند که امامعلی رحمان شخصیت است که اراده سیاسی او به حل مشکل ترین مسئله های حیات خلق و وطن روانه شده است. مجلس نمایندگان منطقه های تاجیکستان حجت های زیاد قبول نکرده باشد هم وی امکان داد که فعالیت اجلاسیه 16 به مجرای معتدل وارد شود و چون نتیجه بی‌واسطه آن 18 نوامبر سال 1992 همچون یکمین روز کاری پرمحصول اجلاسیه در صحیفه تاریخ ثبت گردید. در همین تالار شورای عالی اتفاقی بین همه دپوتات‌ها، همه گروه‌ها، علاوه خصوص من امروز ما حس کرده ایستادیم که همین یک دیگر فهمی یک دیلی بین تای شورای عالی شده ایستاده است و باوری داریم که روزهای دیگرش هم همین خیلی دوام میکند. حالا ما باید همه کی نباشد ما باید پیش روی خرابشوی نیست شدن ملت و دولت تاجیک را بگیریم.